زنان تاجیک با مهنت عمری با برکت می‌بینند. نورنیسا محمدجانова نیز از جمله چنین زنان بوده. امروز به سن 102 سالگی قدم گذاشت. او امروز در احاطه 107 نفر فرزندان و نبیره و ابیرگانش دولت پیری میراند. این زنی سالخورده میگوید در طول حیات خود مهنت و کار جسمانی زیاد را انجام داده است. سبب دراز عمریش را محض در همین میداند. من خوراکای خیلی نمیخورم. اوقات بازارشان برسه من توی غنیزت و ملکای و این خیلی کاری نمیخورم. یه خودی نان قاق بود سونی من میز همه مربا همه خیلی کره خورده همه قدر جوان خانمان نیست نبود همه چیز بودن. اما اکباچان مدیری صحرا بودن. من که اوقات برامده کار کردیم گشنه ماندگاه همان نیست. این بریگدی کلخاص بود. یک تاش 40 پا و نوای بود. 40 پایی و یک تاش تراکترچی بود کلخاص. علی این بربه علاف دور گفته تو. همون رفته دور تمیبی تان گفته برد. نورنیسا محمدجانova 10 مرد در جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف در عائله دهقان به دنیا آمده است. پدر و مادر نورنیسا دهقان بودند. او را در سن 17 سالگی به شوهر دادند. شوهرش رئیس کلخاص بود. آنها صاحب 6 فرزند شدند. هنوز دختر خرده نورنیسا مونتجان همگی 52 روزه بود که پدرش از عالم گذشت. باری گران زندگی به دوش نورنیسای جوان ماند. اکنون روزگار تربیت 6 فرزند را دست تنها عهده میکرد. مهنت حلال، رنج و مشقت، زحمت‌های شبانه روزی زن را جسماً آب و تاب داد. با سر بلند فرزندانش را به وای رساند. هممو خدمتی مادرم مونده. من مادرم امروز 100 ساله شده. خرسندی همینا که مایم و تربیه همینا که من فرزندای به سالی کلان کرده. مایم هممو یالقی 6 فرزند نیوره دیده گشتیم. نورنیسا در کلخاز 40 سالگی اکتبر حاضر به نام رحمان نبیف کار و فعالیت نموده است. امروز حاصل مهنت‌های خود را این زنی کهنسال دیده ایستاده است. دولت پیری میراند. مادر بزرگ دعاگاه نبیره و ابیره و چویره ها است. نورنیسا محمدجانova از لحظه های حیاتش به آنها نقل میکند. خویشان و پیوندان بیشتر از سر دراز عمری این زن 102 ساله پرسان میشوند. وی میگوید که یگان خیر سیر و اسرار اینجا نیست. تنها کوشش می نماید که محصولات آذوقه طبیعی را استعمال کند. به فرزندان و نبیرگانش هم استعمال درست غذا را توصیه می دهد. امروز همه فرزندان در خدمت مادرشان می باشند. مادرم در کلخاص کار کرده. همین ماها رو به همین قدر جا رساندم. من خدا و شکر که صد به برامدگی باشنم. یگان تی ما به محتاج نیه مادرم. تنو جانشان ساخت. خدایا شکر هم ما چیزی لازم کنیم. اینو پیشی و این محله و پیشی محله هستم. همه ما علاج کده. به نام نیکم و به نام نغزم و به بای رسوندم. خدا شکر منم 4 فرزندم هست. نویوری ایوره ها هیم. همه نغزی همین که ما ساقی همینا و وقتامو چک. دختران نورنیسا محمدجانova شکرگزار از آنند که مادرشان صحت و سلامت می باشند. آنها از مادر خود منتدار هستند که همه فرزندان را تعلیم و تربیت درست داده صاحب خانه و معلومات کردند. ما هم آرزو میکنیم که به 30 سال خالم رسیم. البته تنو جانشون الهی ساخت کند، اثرداری سروری کم نکند، همیشه به دولت، به ثروت، سربلند، سعادتمند باشند. سایبانی همه مهم باشند. الهی دوران همه ما و اینا هم باشند و دورش رانن الهی. سال 1996 فرزندان مادر را به زیارت حج فرستانیدند. مادر از تقدیر و حیاتش راضی و شکرگزار است. هرچند در زندگی رنج و زحمت کشید، لیک امروز حاصل مهنت حلالش را دیده ایستاده است. من کلیم شده آمدم و 2 ماه کلیم شدم. رفتن جنگ ستر شد رفتن. 6 سال بود سونی آمدن. اپسکو 7 روز.
Sonra bu raftan bu 7 روز ایستاده bu raftan سال دیگه افسر بودیم sonra گشت اومدن صاف شده همون ایشی شد اکنون من مقداری سنتاته شدم و یایم کالخوز با کار کردن سیلسویت با کار کردن اونجا اورن خوجا طلب کرد گفتن اونجا رفتن اونجا با اینجا اومده رئیس شدن имрӯз ҳавлаи Норинисо Мамаҷонова 102 сола идгоҳеро мемонад. Насли ин авлод ҳама сарҷаманд. Мавлуди модари азизро ҷашн мегиранд. Ӯро муборакбод мегӯянд. Қаҳрамони гузориши мо зани 102 сола аз вазъи саломатии худ шикоят надорад. Ба дигарон низ тарзи ҳаёти солимро тавсия медиҳад. Интихоби роҳи рости зиндагиро талқин мекунад. Гузориши Ганҷина Олимова, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии Хабар.